مستر یا آقا شکل عمومی دارد که برای مردها، جوانا و نوجوانا چه مجرد باشند یا متأهل باشند مستر استفاده میکنیم. مسز یا خانم با خانم های عروسی شده و متأهل استفاده میشه. به این شکل نوشته میشه، مسز تلفظ میکنیم. مس بانو یا دوشیزه با دختر خانم های مجرد و عروسی نشده و بانوها استفاده میشه. فرض مثال بانو نوری، احمدی و غیره. مز شکل عمومی داره که هم به دختر خانوما و هم به خانومای عروسی شده چه مجرد باشن و یا متأهل باشن استفاده میشه.